سلام و شبتون بخیر. به کانال نغمه‌های خواب خوش اومدین. بعضی شبا یه قصه میتونه آرومت کنه و خستگی روز رو از تنت بیرون ببره. امشب برات یه قصه دارم از یه مادر مهربون، دو خواهر حسود و نوزادی که تو دل شب گم میشه. پس اگه آماده ای، یه نفس عمیق بکش و بذار این داستان بی صدا و آروم مهمون دلت بشه. روزی روزگاری در گوشه‌ای دور، سه خواهر در خانه‌ای ساده زندگی می‌کردند. اما هر کدام آرزویی در دل داشتند. خواهر بزرگتر دختری آرام و با تجربه بود. خواهر میانی همیشه در فکر دوخت و دوز و آرزوهای کوچک روزمره. اما خواهر کوچکتر آرزوی بزرگ در دلش موج می‌زد. شبی از شب‌های گرم تابستان که سه خواهر در ایوان خانه‌شان نشسته بودند و آسمان پر از ستاره بود، خواهر کوچکتر لب به سخن گشود و گفت: اگر روزی همسر پادشاه شوم، پسری برایش به دنیا می‌آورم که دنیا مانندش را ندیده باشد. پسری که در چشمانش فهم باشد و در دلش مهر. خواهر میانی گفت: من اگر زن پادشاه شوم، لباسی برایش می‌دوزم از طلا و دیبا که در میدان شهر بدرخشد همچون خورشید. خواهر بزرگتر با صدای آرام گفت: من اگر همسر پادشاه باشم، چنان سفره‌ای خواهم چید که مردم یک شهر سیر شوند و هیچ کس گرسنه نماند. یکی از ندیمه‌های قصر که برای خرید از آن کوچه می‌گذشت این گفتگو را شنید و آن را بی‌کم و کاست برای حاکم برد. حاکم که مردی تنها بود و سالها دل به هیچ زنی نسپرده بود، با خود گفت: دختری که چنین از آینده سخن میگوید، شاید همان کسی باشد که دنبالش بودم. صبح فردا خواهر کوچکتر را به قصر بردند. با دلی لرزان اما نگاهی محکم و مطمئن. حاکم با لحنی آرام پرسید: تو بودی که گفتی اگر همسر پادشاه شوی، پسری به دنیا می‌آوری که دنیا مانندش را ندیده باشد؟ دختر سرش را بالا گرفت و گفت: آری، من بودم. بعد با صدای آرام و مطمئن ادامه داد: آرزو داشتم اگر روزی همسر پادشاه شوم، پسری برایش بیاورم که خردمند و نیک سرشت باشد. فرزندی که باعث افتخار او و آرامش این سرزمین شود. در نگاه و کلامش نه فریب بود نه ترس. تنها صداقت بود و باور. حاکم چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت: زنی که چنین اندیشه‌ای دارد باید گرامی داشته شود و همان روز با او ازدواج کرد. اما خواهران بزرگتر که سالها او را کوچک و بی‌ادعا می‌دانستند، از شدت حسادت خواب به چشم نداشتند. مدتی از آن روز گذشته بود. زندگی در قصر شکل تازه‌ای گرفته بود. خواهر کوچکتر حالا بانوی قصر شده بود. ساده می‌پوشید و نرم حرف می‌زد و با خدمتکاران چون خواهرانش رفتار می‌کرد. دل پادشاه را به مهربانی‌اش آرام کرده بود، بی آنکه نیازی به تظاهر داشته باشد. همه چیز آرام بود، اما خواهران بزرگتر که هنوز در خانه قدیمی زندگی می‌کردند، دلشان آرام نمی‌گرفت. حسادت در وجودشان ریشه دوانده بود. از وقتی شنیده بودند خواهر کوچکشان نه تنها همسر پادشاه شده که حالا باردار هم هست، چشم دیدن خوشیش را نداشتند. خواهر بزرگتر گفت: شنیدی چه میگویند؟ میگویند دارد پسری به دنیا میآورد که در جهان نظیر ندارد. خواهر میانی گفت: باید به او یادآوری کنیم که چه کسی بوده. شبها در سکوت کنار فانوس نیمه روشن نقشه‌ای در دلشان شکل می‌گرفت تا اینکه روزی ندیمه‌ای از قصر برای خرید به بازار آمد. همانجا در کوچه خلوت خواهر بزرگتر صدایش زد. لبخند زد و چند سکه در کف دستش گذاشت و بعد آرام گفت: بانوی قصر خواهر ماست. این را همه می‌دانند. ما نگران حالش هستیم. شنیده ایم به زودی فرزندش به دنیا می‌آید.
می‌خواهیم بدانیم همه چیز خوب پیش می‌رود؟ ندیمه که دلی ساده و خام داشت چیزی نگفت، اما شب هنگام که خواب از سرش پریده بود با خودش گفت بد نیست خبری به آنان بدهم و این چنین راهی برای نفوذ گشود. ماه به نیمه رسیده بود. قصر آرام و روشن بود. بانو دلنگران اما امیدوار در انتظار فرزندی بود که وعده‌اش را داده بود. پسری که گفت دنیا مثلش را ندیده. شب تولد آسمان ابری بود. باد آرامی شاخه‌های درختان را می‌لرزاند. ندیمه‌ها در اتاق بالا و پایین می‌رفتند. قابل زنی سالخورده و خاموش بود و کارش را بی صدا انجام می‌داد. نیمه شب صدای گریه نوزاد در اتاق پیچید. دخترکی از ندیمه‌ها دست پاچه از شادی به سوی حاکم دوید و با خوشحالی گفت پسر از سر بر من. حاکم لبخند زد و گفت خدا را شکر. خواهر بزرگتر که از ندیمه ساده دل شنیده بود زمان زایمان نزدیک است، با خواهر میانی نقشه را کامل کرده بود. پاسی از شب گذشته وقتی همه خسته و در خواب بودند، ندیمه ناشناس که سکه ها در کیسه‌اش سنگینی می‌کرد، آرام وارد اتاق نوزاد شد. پارچه ها را از روی گهواره کنار زد و طفل را برداشت. در حیاط پشتی قصر سبدی بافته شده در انتظار بود. ندیمه نوزاد را در آن گذاشت. اشک در چشمانش حلقه زد اما یاد سکه ها افتاد. بعد به آرامی سبد را در جوی آب انداخت. سپس برگشت و در سایه ها ناپدید شد. ندیمه دیگر که بامداد وارد شد با جیغی کوتاه همه را بیدار کرد. نوزاد نیست. حاکم سردرگم به اتاق آمد و کودک را نیافت. مادر با چشمانی باز به سقف خیره مانده بود. هیچ چیز نمیگفت، فقط قطره قطره اشک میریخت. حاکم زیر لب گفت مگر چنین چیزی ممکن است؟ حیرت و خشم و درد فضای قصر را پر کرد و شایعه ها در شهر پیچید. سپیده دم جویبار سبد را تا لب باغی برد. باغبان که مردی پیر بود و سالها بی هیچ توقعی باغ حاکم را آبیاری می‌کرد، آن صبح زودتر از همیشه بیرون آمده بود. چشمش به سبد افتاد. نزدیک رفت. سبد را بیرون کشید. کودک درونش خواب بود، آرام و بی صدا. پارچه نازک به دورش پیچیده شده بود. پوستش گلگون و در چهرهش نوری عجیب بود و روی گردنش لکه‌ای کوچک شبیه ماه گرفتگی داشت. باغبان نگاهی به آسمان کرد. نه صدایی بود، نه کسی در اطراف. دلش لرزید. او بچه‌ای نداشت. سالها تنها زندگی کرده بود. سبد را برداشت و به کلبه گوشه باغ برد و آن را آرام کنار بخاری گذاشت. با خودش گفت اگر این بچه به دست من رسیده، لابد حکمتی در آن است. او را پسرک صدا می‌زد. روزها و ماه‌ها گذشت. کودک بزرگ شد. راه رفت، حرف زد و خیلی زود نشان داد شبیه بچه‌های معمولی نیست. باهوش و ساکت بود. اما وقتی لب به سخن می‌گشود، همه گوش می‌دادند. باغبان به رغم پیریش با عشق و دلسوزی پرورشش می‌داد و هرچه از زندگی آموخته بود، آرام آرام به او می‌آموخت. پسرک هر روز صبح همراه او در باغ راه می‌رفت. گلها را می‌بویید و برگ‌ها را نوازش می‌کرد و گاهی وقتی زمین را زیر و رو می‌کرد، چیزی پیدا می‌کرد. سکه قدیمی، انگشتری فراموش شده. باغبان با تعجب نگاه می‌کرد. نمی‌دانست چطور ممکن است، اما پسرک می‌گفت خاک اگر دوستت داشته باشد، رازهایش را نشانت می‌دهد. یک روز وقتی پسر به 10 سالگی رسید، یکی از خدمتکاران قدیمی قصر که برای بردن گل‌های تازه به باغ آمده بود، چشمش به او افتاد. لحظه‌ای خشکش زد. نگاهی به چهره پسر انداخت، بعد نگاهی به چشمانش. شب وقتی در قصر بود به ندیمه قدیمی گفت آن باغبان بچه‌ای دارد که عین حاکم است. اگر نمی‌دانستم می‌گفتم پسر خودش است. زمزمه‌ها آرام جان گرفتند. در قصر بانو هنوز ساکت بود.
سالها گذشته بود اما هنوز دلش روشن مانده بود. هر شب پیش از خواب از پشت پنجره به آسمان نگاه می‌کرد و زمزمه می‌کرد: اگر زنده ای، اگر صدای مرا میشنوی، روزی برمیگردی، میدانم. و آن شب صدایی از دلش گذشت که گفت نزدیک است. چند هفته گذشت. زمزمه ها در قصر پیچید. حاکم گاهی وقتی در باغ قدم میزد، بی آنکه بداند چرا پا به سمت گوشه خلوت باغ میگذاشت، جایی که بوی گلها با بوی خاک آمیخته بود. و درست در یکی از همان روزها او پسرک را دید. پسر کنار باغچه خم شده بود و با دقتی شبیه مردان کهنه‌کار شاخه‌ای خشک را از خاک بیرون می‌کشید. حاکم ایستاده بود و به او نگاه می‌کرد. پسرک سرش را بلند کرد. نگاهی آرام و بی‌هراس. به مردی که جامه‌ای فاخر داشت اما چهره‌اش خسته بود، نگاهی انداخت و گفت: این شاخه باید امروز در بیاید، اگر نه ریشه می‌زند و گلها را خراب می‌کند. حاکم خندید. حس عجیبی در دلش افتاده بود. کنار پسر نشست. سپس پرسید: تو اهل کجایی؟ پسر گفت: نمیدانم. پدرت کیست؟ ندارم. مادرت؟ پسر مکسی کرد و به آسمان نگاه کرد. بعد گفت: نمیدانم، فقط گاهی خوابش را میبینم. چشمهای روشنی دارد. او به من لبخند میزند ولی چیزی نمیگوید. حاکم دلش لرزید. دستی بر شانه پسر گذاشت و چیزی نگفت. آن شب در تالار بزرگ قصر نشسته بود. نوری کمسو از چراغ‌ها روی قالی‌ها افتاده بود. بانو که سالها دل در دل نداشت وارد شد. آرام و ساکت. حاکم به او نگاه کرد و گفت: امشب پسری را در باغ دیدم، کنار گلها، با چشم‌هایی که سالها دنبالش بودم. بانو پرسید: چشمایش چه رنگی بود؟ حاکم گفت: روشن. بانو نفسی عمیق کشید و گفت: میخواهم ببینمش. صبح روز بعد پسر را به قصر بردند. باغبان با چشمانی نگران در آستانه ایستاده بود. دلش برای اولین بار از آینده پسر ترسیده بود. در تالار قصر بانو نشسته بود که خدمتکار آمد و آرام گفت: آن پسر آمده است. بانو بلند شد و آهسته به سمت ایوان رفت. وقتی نگاهش به پسر افتاد، پاهایش سست شد. به نرده‌ها تکیه زد. پسر آرام قدم برداشت و نگاهی عمیق به زن انداخت. زن نگاهش بی اختیار به گردن پسر افتاد. روی گردنش لکه‌ای کوچک و مادرزاد بود، شبیه ماه گرفتگی. خشکش زد. یک قدم نزدیکتر آمد. چشمانش پر از اشک شد. زیر لب زمزمه کرد: این نشان فقط میتواند مال پسر من باشد. هیچ وقت فراموشش نکرده بودم. نگاهشان در هم گره خورد. اشک در چشمان زن حلقه زد. چنان بغضی در گلویش بود که نمیدانست باید بخندد یا گریه کند. حاکم نزدیک آمد. دستی بر شانه پسر گذاشت و گفت: باغبان تو را بزرگ کرده، اما خون تو از ماست. نوری در چشمانت هست که من سالها دنبالش میگشتم. بانو آرام به زمین نشست و نگاه از پسر بر نمی داشت. آن روز در قصر جشنی برگزار شد و دلها آرام گرفت. مادر پسری را که سالها گم کرده بود در آغوش گرفت. سالها گذشت. ندیمه‌ای که سالها پیش واسطه نقشه خواهران شده بود، حالا پیر و بیمار بود. روزی در تب و لرز سرش را بر بالش گذاشت و گفت: من باید همه چیز را به حاکم بگویم. در تالار خلوت با صدایی لرزان و چشمانی اشکبار گفت: آن شب که نوزاد به دنیا آمد، من او را دزدیدم. آن دو زن که خواهر بانوی قصر بودند این را از من خواستند. حاکم ساکت ماند، فقط سرش را پایین انداخت. همان روز فرستاده‌ای با دعوتنامه رسمی از سوی حاکم با مهر قصر به سوی خانه قدیمی خواهران رفت. دو خواهر که حالا پیرتر شده بودند با ترسی پنهان
سوار بر کالسکه‌ای ساده به سوی قصر حرکت کردند. وقتی به تالار رسیدند پسرک حالا دیگر چون شاهزاده ایستاده بود. مادرش کنارش نشسته بود و حاکم پشت میزی که در آن حکم‌ها نوشته میشد. هیچ کس چیزی نمی گفت. فقط نگاه بود. نگاه خواهر به آنها. نگاه پسر به چهره‌هایی که نمی شناخت. و نگاه حاکم به دو زنی که روزی حسادت دیدگانشان را بسته بود. در سکوتی سنگین حاکم گفت حقیقت بالاخره خودش را نشان داد. خواهران سرشان را پایین انداختند. نه گریه می کردند و نه التماس. فقط یکی از آنها زیر لب گفت اشتباه کردیم. حاکم سکوت کرد. سپس به نگهبان گفت اینان را مجازات نکنید. بگذارید با شرم زندگی کنند. این سنگین‌تر از هر حکمی است. و آن دو بدون هیچ کلامی برگشتند به خانه‌ای که حالا دیگر گرم نبود. به سکوتی که تا سالها صدایشان را خاموش می‌کرد. روزها و هفته‌ها و سالها از پی هم گذشت. پسر حالا امید آینده سرزمین شده بود. مردم او را به خاطر صداقتی که در رفتارش بود ستایش می‌کردند. بانو دلش آرام شده بود و شب‌ها دیگر با اشک به آسمان نگاه نمی‌کرد. دست بر سر پسر می‌کشید و می‌گفت دیر آمدی، اما وقتش درست بود. حاکم که حالا پیرتر شده بود، گاهی بی صدا به پسر نگاه می‌کرد و در دل خدا را شکر می‌کرد که پایان آن سالهای سیاه نوری چنین روشن در راهش نهاده است. پسر بزرگ شده بود و آموخته بود که چگونه گوش دهد، چگونه حرف بزند و چگونه فکر کند. نه به دنبال قدرت رفت، نه در پی شهرت. دلش با مردم بود و نگاهش همیشه فراتر از خودش. دلهای بسیاری را با مهربانی و خرد به دست آورد و هر جا رفت ردی از امید به جا گذاشت. اینم از پایان داستان امشب. اگه این قصه رو دوست داشتید لایک کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. و اگه هنوز عضو کانال نشدید سابسکرایب یادتون نره. شبتون آروم.